سلام بیننده گرامی، در نشر نوبتی اخبار آزادی من مومن احمدی شما را همراهی میکنم. امروز 27 سپتامبر است. نگاهی به چند موضوع برنامه. در حالی که شهروندان روسیه از جنگ فرار میکنند، تاجیکان عازم روسیه میگویند از گرفتن شهروندی این کشور خودداری خواهند کرد. بود حقیقتا که ایس میریم گражданство میکنیم، خیلی با برگشتیم اینیاتمون. در مناقشه مرزی 10 منزل زیست خراب شد. ساکنان اسفره با حشر خرابی های جنگ را برطرف میکنند. کارشناسان تاجیک میگویند مهم نبرداشتن 4 پاسگاه از مرز تاجیکستان با قرقیزستان، بلکه نیت نیکی دو جانب است. با آغاز سفربری به ارتش روسیه، هزاران شهروند این کشور تلاش دارند از وطن بیرون شوند. در مرزهای روسیه با کشورهای همسایه نوبت‌های طولانی مسافران دیده می شود. در این باره صحبت مفصل داریم. حالا رو آوریم به تاجیکستان. یک بخش بزرگ شهروندان روسیه به دوشنبه آمدند و به نظر می رسد که تصمیم دارند مدت اینجا مانند. همکارم براد یوسفی و اسکندر فیروز موضوع را پیگیری کردند. با دنبال فرمان موبیلیزاسیا یا بسیج نیروهای مسلح روسیه، شماره شهروندان این کشور در تاجیکستان با یک بار افزایش یافته است. در هر طیاره‌ای که از روسیه به شهرهای تاجیکستان می‌آید، شماره زیادی شهروندان روسیه با مشاهده می‌رسند، ولی آنها کوشش می‌کنند که در نوار دوربین نافتند. در مهمانخانه‌های شهر دوشنبه که اکثر آنها ماه‌ها خالی می‌ایستادند، اکنون برای هفته‌های نزدیک جای نیست. در صحبت‌های بدون ثبت این مهمانان دوشنبه میگویند که در پی بسیج به ارتش روسیه کشور خود را ترک کردند. فرار آنها به تاجیکستان نرخ بلیط‌های هواپیما را تا 10 برابر بیشتر کرده است. بلیط 3 روز پیش گرفتم 8,500. اگر دستروش نگیری قیمت میگیری. تو چند هزار؟ 144,000 همیشه آب. در این بین دهها تاجیکستانی که شهروندی فدراسیون روسیه را هم دارند، بلیط‌های پرواز خود را پس داده از سفر به روسیه خودداری میکنند. آنها میترسند که در آنجا به خطر بسیج و فرستاده شدن به جنگ اوکراین روبرو میشوند. عبدالواحد عبدالستاروف شهروند تاجیکستان برای پرواز به روسیه آمادگی میگرفت. میگوید ماه قبل از روسیه برگشته و در فکر آن بود که بعد از بازگشت شهروندی روسیه را بگیرد. نه بود حقیقتا که ایس میریم گражданство میکنیم، خیلی با برگشتیم اینیاتمون. ولی سفر مهاجران تاجیک به روسیه کم نشده است. آنهایی که شهروند روسیه نیستند باور دارند که به صف ارتش روسیه و جنگ در اوکراین جلب نمیشوند. نه چیز ترس ما مقصد ما رو چخه نمیشن. ما رو هیچی نمیگن. مقصد که دو گражданство داره. مثال وارد چی میکنن؟ دعوت میکنن. چخیلی که خمونده پویسکا میتیان کو و یاده هم خیلی منیسان نامنویس میکنن. مثال نامنویس میکنن که مثال بعد یک چی خیلی اکه نمیدونم دیگه شه نصیب تقدیر. 21 سپتامبر سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون بسیج شهروندان با ارتش را امضا کرد. طبق آن شهروندان تا 45 ساله برای خدمت نظامی در جنگ در اوکراین دعوت کرده میشوند. و مهاجران نیز گفته می شود که می توانند در عوض 1 سال خدمت در اوکراین صاحب پاسپورت روسی شوند. طور همکارانمان در دوشنبه گفتند روس‌هایی که به تاجیکستان آمدند حاضر نشدند با آنها صحبت کنند. اما شمار زیاد شهروندان روسیه که فعلا به قزاقستان رفتند هیچ پنهان نمی‌کنند که هدف سفرشون به این کشور چیست. زرنگیزی نوروزشاه گزارش تهیه کرده است. این تالاری کیناتئاتر در قزاقستان به مکان زیستی افراد تبدیل یافته است که از روسیه گریختند. آنها در روی نشستگاه و فرش شب را روز می‌کنند. طی چند روز اخیر صدها مرد و جوان سینی دعوت به ارتش از روسیه به اورالسک قزاقستان آمدند. ما تقریبا 7 ساعت با ماشین رفتیم. از مرز پای پیاده گذشتیم. باز 7 ساعت در مرز راه رفتیم. با ماشین گذشتن خیلی مشکل است. 3 برابر وقت بیشتر صرف می شود. 7 ساعت پیاده، 7 ساعت در مرز و بالاخره ما به این شهر رسیدیم. ولایت غربی قزاقستان با 5 منطقه روسیه هم مرز است. در گذرگاه‌های آن نوبت طولانی ماشین ها به وجود آمده است. مردمی که 1 هفته پیش شاید فکری ترک روسیه را نداشتند، حالا برخی به کشورهای آسیای مرکزی و برخی دیگر به خارج دور راه پیش گرفتند.
اکثریت هنوز نمیدونند که کجا میروند و چی کار خواهند کرد. ما به پول آمدیم، نمیدونیم که آینده چی کار میکنیم، ولی اینجا آدمان خوب خیلی زیادند. آنها نه تنها به ما خوراک گرم دادند و با سخن نیک دل ما را گرم کردند، بلکه برایمان راه نشان دادند که من بعد چی کار کنیم. من صاحب جای زیست و کار معین بودم. در ساحه آیتی کار میکردم. ولی وابسته به این وضع مجبور شدم همه را ترک کنم و جان خود را نجات دهم. در میان آنهایی که روسیه را ترک میکنند، زاده‌های تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم کم نیستند. آنهایی که صاحب شهروندی روسیه هستند، در پی اعلان بسیج به ارتش یا جنگ روسیه در اوکراین اکنون از این کشور بیرون میشوند. اینجا کاروزک گذرگاه مرزی ماشینگرد میان روسیه و قزاقستان است. روز 24 سپتامبر نوبت تا سرحد 6 کیلومتر بود. حالا 10 کیلومتر درازتر شده است. جوانان تاجیکی که این نوارها را به ما فرستادند 6 کیلومتر راه را در تخمینا 3 روز گذشتند. آنها شهروند روسیه بوده در ارتش خدمت نکردند. از این رو مرزبانان روس بعد سنجش اجازه دادند که به خاک قزاقستان گذرند. در ضمن در برابر آنهایی که شهروندی روسیه را دارند، برخی از مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی هم از ترس آنکه بدون خواهششان به جنگ برده میشوند از روسیه فرار میکنند. در این نوبت‌های طولانی آنها ساعت و روزها منتظر میمانند که مخالف شرکت در جنگ هستند. حالا به یک آگهی مهم توجه کنید. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. از تمام گوشه و کنار تاجیکستان به دهات ضرر دیده در مرز تاجیکستان با قرقیزستان کمک انتقال می شود. در برابر آن ساکنانی که در مناقشه زیان ندیدند به کمک آنها همسایه های زیان ندیده خود رفتند. طریق حشر ساکنان خریداری ها را برطرف می کنند. در این مناقشه که 3 روز ادامه کرد، صدها خانه در ناحیه های اسفره و باباجان غفوروف آسیب دیدند و یا کاملا سوخته و نابود شدند. فرزان محمدی از حشر مردم در یکی از محل‌های آسیب دیده گزارش می‌دهد. محله‌های مرزی تاجیکستان پیشتر چنین سیرآدم نبود. اینجا ساکنان محله‌های دیگر آمدند تا در برقرارسازی و تعمیر خانه‌های آسیب دیده کمک کنند. محله ما خصوصا 50 نفر آدم زندگی، اما تا آخری همین شدن ان شاء الله خانه همه بنیاد کنیم میکنیم ان شاء الله. یک روم، 2 روم، 10 روم، 20 روم تا بتون نکنه خداوند ما اجازه بده. این حادثه من در 8 در خانه بود. همراه کیلین دو جیراز خانه هم در خانه بود. هنوز قوم آتش بود. چی مونده بشه؟ اینا رحمت کلام که من این محله اومده موقع یردم کشتم. خدا خواهد از ساخته میکنم. همه به نوبت میشه اومده یردم کرد آباد کردیم. همه با زبان برو دستگیری میکنن میگن الحمدلله. قسمی از مسائل ساختمانی و اشیای ضروری را از مرکز از دوشنبه فرستادند. مقامات چند پیش گفتند که با دستور رئیس جمهور به بیشتر از 300 عائله آسیب دیده کمک از جمله سیمنت برای خانه‌سازی فرستادند. بجز از مقامات، فعالان نیز به جمع‌آوری کمک برای عائله‌های ضرر دیده آغاز کردند. در خوجند نیز اختیاریان و سازمان‌های خیریه نقطه‌های جمع‌آوری کمک باز کردند. امروز شد بعد از همین حادثه که با وجود آمد، قسمت زیادی استادان دانشجویان دانشگاه به ریاست دانشگاه مراجعت کردند که می‌خواهند به همه اهالی ضرر دیده کمک کنند و بیش از 25000 سومانی مبلغ جمع‌آوری کرده شده. با تشبثی یعنی خود استادان و دانشجویان دانشگاه خواهشمندی همین گونه مبلغ جمع‌آوری کرده شد و قسمتی مواد خوراکه همچون کمک به اهالی ضرر دیده به جماعت‌های خستیورز، اورچقلچه و انمی جماعت‌های چارکوی شهر اسفره همین گونه کمک کرده شد و من فکر می‌کنم این آغازش است. باز هم پیشنهادات زیاد از جانب استادان دانشجویان ما گرفته ایستادیم. فکر می‌کنیم که ما همین گونه اقدام رو نیست بعداً ادامه خواهیم داد.
در نتیجه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 14-17 سپتامبر صدها خانه در هر دو طرف مرز آسیب دیدند و یا سوخته و نابود شدند. مردم بی خانه مانده در خانه خویشاوندان یا خانه های اجاره زندگی میکنند. مقامات تاجیکستان تا حال حجم ضرر از مناقشه را اعلام نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. روز 25 سپتامبر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان به سازش رسیدند که از هر دو طرف 8 دیدبانگاه مرزی را میبردارند. این سند را سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتای قرقیزش قمچیبک تاشیف امضا کردند. ولی حرکت یگانه دموکراتی قرقیزستان برای امضای این سند استعفای تاشیف را خواسته است. آنها برداشتن پاسگاه ها را اشتباه عنوان کردند. مقامات تاجیکستان گفتند که با جانب قرقیزستان سند قطعی مناقشه مرزی را امضا کردند ولی تفصیلاتش را آشکار نکردند. واخوری جانب ها روز 25 سپتامبر در گذرگاه قزلبیل برگزار شد. در اطلاعیه جداگانه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک‌های ایلاوگی حربی از مرز صحبت شده است. جانب‌ها روز 19 سپتامبر نیز برای بیرون بردن نیروهای اضافی و تکنیک‌های حربی از مرز به سازش رسیده بودند ولی معلوم نیست چرا اجرا نشد. کارشناس تاجیک اعظم خان اکبروف در این باره بر رادیو آزادی چنین گفت: مادامی که دو راهبر عالی مقام خدمات‌های یا که ساحه امنیتی هر دو کشور به چنین خلاصه آمدند، من گمان میکنم که این خلاصه های سنجیده و برکشیده بود. مهمش آن که هر دو جانب اگر این را رعایت کنند و هر دو جانب با یک نیت نیک عمل کنند، گمان میکنم که عاقبت کار به خیر می شود. مهمش نقطه مهمش همین که بعد آنی که دست فشاری می شود، بعد آنی که حجت ها امضا می شوند، مهمش همون رعایت کردن. به همین سوال شارح دیگری تاجیک نعمت الله میرسیدوف نیز پاسخ داد. برداشتن دو پاسگاه این کفالت امنیت را نمیدهد. در این سمت باید پیوسته کار کرد. چاره‌بینی های باید عملی شوند که در مرز رفته اگر تنها کارمندان پلیس مانند از هر دو جانب مرزبانان در خط حرکت اونها، سمت حرکت اونها معین باشد، خیلی خوب می شود. مرزبانان هم به کارهای شهروندی هیچگاه نباید دخالت کنند. ادامه اخبار آزادی. فرمان ولادیمیر پوتین درباره سفربر کردن نیروهای احتیاطی به ارتش نگرانی‌های زیاد را به میان آورده است. همکار ما مولا رجب یوسفی با این سوالها به دلربا صمد و مدیر دفتر آزادی‌های شهروندی مراجعت کرد. نسبت آن شهروندان روسیه می باشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند، در ذخیره هستند یا یگان کسبی آمادگی حربی را دارند. یعنی نو بسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جای دائمی استقامتشان فدراسیون روسیه باشد، آنها باید که به همین موبیلیزاسیون اگر دعوت شوند حاضر شوند. ما دو گروه شخصانی را داریم که هم شهروندی تاجیکستان و هم روسیه را دارند. اینها یک گروهشان هستند که در ارتش روسیه خدمت کردند و گروه دیگرشان هستند که در ارتش روسیه خدمت نکردند. آیا هر دو اینها را در دوره این فرمان به ارتش روسیه جلب میکنند در دوره همین فرمان موبیلیزاسیون؟ در اساس فرمان پوتین، نفرانی که خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دایره موبیلیزاسیون به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نوابسته از آن که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم میتوانند اینچنین دعوت نمایند. بینندگان ارجمند، مصاحبه دلربا صمد و حامی حقوق تاجیک سوالهای دیگری مربوط به سفربری به ارتش روسیه را در بر گرفته است در سامانه رادیوی آزادی و در شبکه‌های اجتماعی مربوط به رادیو آزادی بخوانید. با همین برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. خدا نگهدار.